2 1 حرکت. من ژورنالیست و فعال حقوق زنان هستم. در مورد احوال زنان افغان برای مردم دنیا گزارش و مطلب نوشتم میکنم. به ناز تولد 28 سالگی من جشن بگیریم. دوست دارم همیشه همیشه عاشق از من کجا پیدا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق از من کجا پیدا میشه همیشه همیشه میکنی تو پریشن وقتی که کوتاه کنه زیبا من. در ابتدای قصه این پاره شد، یعنی یک گسستی رو ما داریم بینادن روش آباد. بعد شما هر دو برای درست کردنش اما درست نمیشه. میمانا که رفتن جورش میکردیم. دروازه رو باز ما فهیم جان بد است. کجاش بد است؟ من پشت مرواریا آمدم. تو که راست میکنی. مرواریا رو پیدا کنم، جورش کنم، در گردنت برتی بیاری. خودت گفته خوش دارم شب تولدم ایده گردنم باشه. پس ما نمیتونیم قرار نیست درست شد. این درست نشدن دلیل چیه؟ اینکه دیگران توی خونه شما رو دلیل اینکه نمیخوایم که در منظر اونها کار شبیه رو کنید. یک مسئله است. و مسئله مهمتر اینه که یک چیزی از این گونه که اون یک گوهره. خب اون گوهر اگه پیدا بشه این درست میشه. اما الان فرصت پیدا کردنش نیست. خب ما باید به یه همچین محتوایی برسیم. این باید برسیم. اگه به این برسیم این سکانس کرد گردن بند و جارش کن. مروار سفیدش کجاست سرعی جان؟ نتونستم پیداش کنم. این مروار سفیدش نباشه خوبش نمیگه. یک کلش یک جای خوبش میگه. طراحی قصه با توجه به اتفاقاتی تو کابل افتاده، چون به روز تغییر میکنه و همه چی اتفاق میفته. اون چیزهایی که امکانش بوده من ببرم تو قصه زمان و مکان نداشته، یعنی حتی ممکن مال 3 روز پیش بردم. اما نکته مهم اینه که بدونید ما 13 آگست قصه‌مون در شب تولد شروع میشود. 15 آگست کابل سقوط میکند. 26 آگست مقابل فرودگاه کابل اتحاری میشه و قصه ما تمام میشه. یعنی ما قصه حدوداً 12 روز رو داریم روایت میکنیم. همه شما راجع به این قصه شنیدید. بعضی ها ممکنه حتی تو افغانستان با آدمای در ارتباط بوده باشین از بستگانتون و اونا براتون چیزهایی پیچیده تر از اینا گفته باشن، اما چیزی که الان مهمه جهان قصه ما همینی که رو من برای که شروع کرده باشم خط اول خودم میخونم و بسم الله. افغانستان، کابل، مرداد 1400. تصویر از صورت ثریا شروع می شود. اینجا کابل است، افغانستان. من از درون تلخ حضور طالبان در کابل امرای شما گپ میزنم. همین حاله پشت دروازه خانه ما هستن. بچه‌ها همه آماده برای گرفتن. برداشت 1 به 2 نمیرسه. مهران این چی میشه؟ در کمدو وا میکنم. اینو میشینم، میکشم بیرون، میارم میذارم اینجا. خب مهره کجا میفته؟ اینجاها. وایس آقای ممدوح خانم که اینجا میره جعبه رو برمی‌داره میاره، شما پشت سرش میری یا روبروش؟ پشت سرش. یعنی پس خانم میفته اینجا جلوی شما پشت سر اینجا دم سینک میفتم بغل دست. مهرداد تو کجای مهرهه؟ من آقا با هم هماهنگ کردیم. اینجاها که رسید
میندازه با پاش اینطوری ولش میده نزدیک این پا شد بی‌معنا شده. ولی نمیشکنه اینا. نه پات بره روش بس. آره اینا رو بریزین وسط. اینجا راه بریم. هیچی اینجا و اینجا نه. اون وسط هر چی می‌خوام بگیرم. بریم. بله. آقا بگید. خانم شاکرزو آمادن؟ سوره خانم. سلام آفرین. خوب هستی؟ سلام. چی حب شده؟ گفتم شاید شما رفته باشید. پشت مادرم آمده. برش میگم مزار شریف بریم از اونجا تاجیکستان بریم میگه نمیاریم. بیخیز لش شدم. دیگه مدتم دلم به شما محکم بود که شما هستین. شما خب میرین اینجا تنها چی کنن؟ ما دیگه امروز صاحبخانه نه موافقت کردیم. باید بریم. در مورد بیبی شیرین هم وظیفه ماست. مثل مادر ما میمونه. میخواین تا وقت ما هستیم همینجا پیش ما باشه. این قسمی راحت تر است من. وضعیت مملکت هیچ عالی نیست. من نمیتونم اینجا تنها بونمش از کار برو. پس آقای بهبودی میتونم خواهش کنم که در رو باز کرده باشیم بعد این تیکه سریا رو نگه داریم لطفاً. شما پیش از رفتن بر من یک خبر بده. باز پس میایم مادرم راه خودم میبرم. بدیدم. بخیر. به امان خدا. مهران جان به من اینجا یه اجازه میدین که آقای بهبودی رو به جای اینجا بذارم اینجا؟ چه بهتر. آره چون جلو بود من اینو نمیدونم. الان اینجا که باشه اینو نگاه کنه شما بیشتر. چه بهتر. درسته؟ چه بهتر. آقا اوکی. این از این. اینم که میایم آقا اینو باز کنید. بله. انگار میخوایم بهش بگید که من دوست داشتم شما باشین. مشکل اصلی ما همین خانم اینم از این. بعد اینم که یه پله اومد پایین عالی بود. آقا نگاه نکردن رو کنید 30 تایی یعنی 70% بشه صفر نگاش کنید 30% نگاش کنید. میشه پیش ما باشید. تولدم است. دوستای ما آمدن. تبریک باشه. عمر تا دراز. تشکر. خیلی من میرم. اولادا انتظار هستن. شما پیش از رفتن بر من یک خبر بتین. باز پس میایم مادرم راه خودم میبرم. بدیدم. بخیر بریم. به امان خدا. ما فهیم هستم 30 ساله کارمند محلی سفارت جرمنی در کابل. مرسی. بچه ها قبلی رو بشینیم. مرسی فهیم. چقدر مقبول شدی فهیم جان. مایا کالا تو شما باید مقبول میده. انتخاب خودت هست. قابلش نیست. بریم بچه ها منتظر هستن. جان سعی چی باید کردم؟ من میتونم بگم چون که سعی چی باید گرفتم دیگه از جنانه گرفتم. اینم بغله بگو سعی چی باید گرفتم؟ از جنانه گرفتم. جنانه خوب هستم. جرمانا خوب هستن که اصلا سعی خواهد جرمانا چی باید گرفتم؟ مگه من اوشتوک هستم. مگه من کوچولو هم بعد من چی در جواب این من تو دیگه جوابشو نمیدی. بس بانک اوجا. بانک اوجا ببرمش. همینجا باشه. همینجا بانش. همینجا باشه. نه بان من اوجا. بان اوجا ببرمش. بان اوجا ببرمش. بان اونجا نه بان اوجا ببرمش. نه بان اونجا ببرمش. همینجا باشه. همینجا باشه بهتر است. خب تهش بهش میگم تولد تو هر چی تو بگی برم به سمت بگو تو. میگم. سالگیری تو. سالگیریت هست؟ سالگیریت هست. هر چی دلت هست. سالگیریت هست. هر چی دلت هست. خودم رو عکس بگیرم. قشنگ یه شعره دیگه. سالگیریت هست. هست. هر چی دلت هست. تولد تو هر چی دلت هست. سالگیریت هست. هر چی دلت هست. آه چرا روش نمیشه اینو ببره بیرون به قشنگی؟ نه خب مال سنش نیست. بریم 1 2 3 بیا. کجا ببرمش؟ نه همینجا باشه. خوبش هست. همینجا سالگیریت هست. هر چی دلت هست. تو میری؟ خب خیلی بیا. تو میزنی؟ بعد یکم این اینجا ها باشه. باشه اوکی. خب مهران جون بتونی ببینیم؟ بچه آهنگو میداریم لطفا. بان اونجا ببر. بذار ببرمش اونجا. بان اونجا ببر. بان اونجا ببرمش. بچه‌ها بریم یه بار دیگه. کم میره ماشاءالله. شما نمیشه ولی من گرفت دیگه.
اولین فیلم سینمایی ما بعد از 10 سال کوشش او شبی آماده نمایش شد که طالبا کابل گرفتن. ما هیچ وقت اولین فیلم من روی پرده سینما نمیبینم. من سانم هستم. سانم جور هستی؟ سایه جان بچه من 10 سال دویدم به خاطر همه 2 روزه دیگه. ما به امید دیدن خودم به پرده سینما زنده هستم. همه چیزم هستم. سلام جان چی میکنی؟ دیر میشه. خاکم همراه میبرم سرعی. شادیگر هیچ وقت من تنمون ندیدم. نومید نباش. ما هر جایی که باشیم این وطن از ماست. خودمان خودم دلم برای خود ما دلم برای خود خودم بهتر کامنت نمیشه. باش کامنت هم نکمه. باش کامنت اگه سخته نوشته. باش کامنت. بریم بچه‌ها بفرمایید. سلام جان. کامل آورده که ببینیم؟ چی میگی؟ کل فیلمو که نه آنانسش آوردم اون بعد از 1000 خواهش و التماس بسیار منتظرم ماندم هنوز کپی نکردم گفت با اون بچه ها فیلم در سالن سینما میبینم پدرتون چه سال اینجا پیدا کرد؟ سالا کار اینا اینجا اون تنها همه بپرسن اونجا وقتا بودم این درست بسیار از منظور زمان دور شدم. بچه‌ها لطفاً همه اینجا وایسید. همون جایی که باز کردیم براش. همون جایی که باز کردیم. شبیه به یک محاکمه شما بپرسید اون جواب بده. دادگاه خارجی چی ان اینا؟ هیئت منصفه؟ نه یه اسم دیگه دارن. دادگاه لاهه؟ نه اینا که چند نفر میشینن اونجا اسمشون چیه؟ مدعی العموم دادستان؟ هیئت منصفه؟ نه هیئت داوران؟ نفوذ مسکن؟ بچه‌ها خیلی ممنون. همه این 5-6 تاتون اینطوری 5-6 تاتون اینطوری وایسین لطفاً. شبیه به یه دالون شین که اون وسط باشه. وایسین الان. آها. مهران جان این دالونه رو به ما میدی عکسشو. که میخواد رد کنم نه دیگه. اینا رو ما ببینیم. نزدیک میشم. آره. ولی از پشت بله. بریم. ببینمتون. همه سر جاتونی. خوبه. ما اینو ببینیم. فیلمت کامل آورده که ببینیم؟ چی میگی تو؟ کل فیلمو که نه آنانسش آوردم اون بعد 1000 خواهش و التماس بسیار منتظرم من هنوز کپی نکردم برای با بچه‌ها فیلم در سالن سینما ببینم. تو ولش میکنی؟ نه گفتم دیگه طاقت ندارم. امشب باید آنانسش برم خانه سریا و یک جای بشیم بریم. گفت خرید نظرشان رو برام بگو. حواستون به من باشه دیگه من بهتون میگم برید دقیقاً. بگو تو. گفت خرید نظرشان رو به ما بگو. من گفتم چشم که راحت من. خواهر به قربانه. میفهمم موضوع جور نیست. ولی تو تلاشت بکن. خدا به همراهت. لیلی جان. بچه‌ها پرسانت کردن. تو چرا باز آشپزخانه آمدی؟ بریم پیششون کمی شاد شدیم. من تونستم از خاک احمد جان اینجا بکنم. 26 آگوست از فرودگاه به هرات راه شدم. سمت میخواد آخه. میدونم. بعد بریم زمان بریستش کنم. اگه این بار نتونستی بهت زمان میدیم. بریم. 3 ولی بی‌نظیر داری میگی. آره. بریم. یکم مهربون‌ترم بگیش. به خاطر عشقت نرفتی. 3 2 1 بفرمایید. من نتونستم از خاک احمد جان اینجا بکنم. 26 آگوست از فرودگاه به سمت هرات راه شدم. مرسی. سخت این دسته. مال خودش کن اگه خواستی یه بار دیگه بگیرم. برو. بریم. چرا خوب کردی سبزیشو خریدی؟ سریا؟ خبر شده طالبا هرات گرفتن؟ نه. به تلویزیون میگفتن بسیار دور هستن از هرات. اطراف فشار هستن. نه دروغ میگن. ده کمتر از 100 کل جای گرفتن. خانه اسماعیل خانم گرفتن. تو مطمئن هستی؟ هیچ کس نمیتونه افغانستان رو برای 20 سال پیش. مردم نمیمانن. جوانای اجازه را نمیدن. بخیزین. همینو پشو.
همینو پشو جوانا اجازه را نمیدن. بچرخ بکن. جوانا اجازه را نمیدن. بخیزیم گم کنین این گپا را. بخی غم خوردن اینا تو. بخیزیم سالگیر سرایاس خرابش نکنیم. فهیم جان بخی. سب برو فهیم جان بخی. نه سب کن بگو جملتو. جوانا اجازه را نمیدن. مردم نمیمانن. بخیزیم گم کنیم غم خوردن. سراغ اون نرو. بقیه رو ببر. بخی بچه. گم کن گپا. خب لیلا بیا. سالگیر سرایاس خرابش نکنیم. امید خبرهای خوب برای کل وطن. بلخ، بامیان، پروان. یه دفعه این ویدیو نظرتون رو جلب میکنه. میگیری نگاه میکنی ما دیگه با توییم. توی یک همچین موقعیتی باید باشیم. برف شادی باید بزنیم. تمرین‌ها نمیزنیم. دیگه اون فحش، رقص و شلوغی و اینا یه دفعه تو گوش لحظه ای که لیلی داره موبایل رو میبینه از اینجا رقص رو بیارید اینجا که از اون هم یکم دور بیارید اینجا. بیایید جاتون رو عوض کنید. بیایید اینجا. هیچ کسی رو به ما نرقصه. یعنی اینی هم که اینجا اینجوری برقصه، اینی هم که اینجا اینطوری که نگیم اونو میبینیم. 3 بفرمایید. میریم 3 2 1 داریم میگیریم. حرکت. لیلی چی شد؟ این دستا که میان تو آب از اون گوشه دستشو بگید این دستا آوردن ها زیر باشید. بریم رقص لیلی پاشو. آب آوردن کات چیزی دیدیم؟ کسته ها رو دیدیم. دست به لیوان بزنیم چون اسلوه نه گفتم میزنه میندازه لیوان. بریم بزن پاشو بیا. یه لیوان فکستنی باید نه اینم میشکنه ولی از ته خوردم. ته نمیشکنه. یکی هم نزدیک مقصد باشه. یه دونه دیگه بریم. چی شده؟ اومد. کات محمد چطور بودی؟ دستت فقط چیزی نشد؟ فقط اونجا هم یه 200 تا تیکه پرید. آره یک تیکش کنده شده. مریم اینجا چند بار چی شده بگو. اون دستایی که گفتم هی بیاری. مخصوصا مریم و اینا که پشت سرشی. چی شده؟ کات
من چرا اینجوری هم؟ کار چرا؟ اشکال نداره. دیگه خوبی که اینجا بخشه. شب بخیر. خوب بود؟ بله. همگی خسته نباشید. همگی خسته نباشید. خیلی ممنونم از همه. خیلی ممنونم از همه. خیلی از همه. لیلی جان بگی قرصا بود آرام بخش آرام نمیدانم چیزی از گلونم باید نمیره بیچاره ها را چرا آزار میدی؟ اونا خود خوشش خودم میکنن به غیر اونا کی ندارم خدایی چقدر بود به ما دادی بگی قرصا بود کاش کابل نمی آمدم کاش هرات پیش احمد جانم میماندم بگیم بیایم مهران الان اینجا وایستاده بودن. بله الان ثریا نزدیک به گلدون وایستاده بود. خب بچه‌ها اینو اینجا وایستید و تو این نشو این باش یه پروفیل بسازین تو مسیر حرف بزنید نذارید برسه به ته باشن راحت بشه دو تا دیالوگ برید از همون دمه در بیاین 3 2 1 مهران موقع بیرون اومدنم قرار شد بیایم عقب‌تر. چشم. حرکت بی بلا. چه گم شده؟ لیلی بیدار نشده؟ نه کل شب بیدار بود. جاوید بیادر لیلی بود. میگفت پدرشان به کمک مولا امام مسجد جنازه احمد پیدا کردن. اینقدر دیر خورده که قابل شناسایی نبوده. مادرش گفته نمیخواد که لیلی عکس جنازه رو ببینه. پنهانی جنازه رو یک جای دفن کرد. به ما زنگ زده بود که حقیقت شده نمانم لیلی هرات برم. یکی دو بار لیلی الان کورشم خودم هیچ کس نشان نده. وای بیچاره بدر لیلی چی کشیده دیوانمه شد. لیلی بسیار به او وابستم. یه دونه دیگه ببخشید مرسی یه نگاه تو یه جای دیگه هم بده خودت صفحه موبایل نه خودت بریم بفهمید 3 2 1 حرکت. سلام عزیزم مونده نباشی. تو میشینی چطور هستی؟ دست و پایش درد میکرد برش کرم زدم. جرمنا نگفتن تا کی نبیا این سر وظیفه؟ خارجی های روز بعد دیدن سفارت ها رو قفل کردن رفتن. بزرگای افغانستان در تلاش هستن با غنی گپ بزنن که استعفا بده دولت موقت شود. استعفا بده هرج و مرج میشن. اوضاع بدتر میشن. بچه‌ها همه چی درسته. پدرام یکم بیا بیرون ما ببینیم یه ذره ازت. بریم ادامه. از دیشب تا حالا او ویدیو را 1000 بار دیدم. صدای التماسش که میگفت من سرباز نیستم در گوشم زنگ میزنه. شبیه دیگه خودم اینجا میتونم بچرخم دوباره سمت آشپز کنم. بله. پای نگاهی بزنید که شما بله. لطفت زیاد بله. اشرف غنی رئیس جمهوری کشور را ترک کرده. دیپلمات‌ها در حال خروج. افغانستان در آستانه سقوط. مردم بی پناه و آشفته. آینده تاریک و جهان فعلا. اشرف غنی از کابل فرار کرد. بیا. ببین ما یه اینی بله درسته بله که اون چون پا میشه میای گم میشه درسته بله به این هم چی وقتی میره ما میتونیم بریم تو اون خواهرمون که پا شد رفته بشینه کنارش اینجا میگه سرعی جا ما بیفتیم پشت موافقی با این؟ بله سرعیا ایچه بیا جور بشه فهیم جان بیا لیوانت هم دسته اشکال نداره Sitting behind a very grand desk حالا با هر کی ریاست جمهوری in the middle of the presidential palace. Let's
20 سال تمرین دموکراسی کردیم. سیاستمدارای ما دارید دوست چی میکنن؟ دوزی میکنن. نمیبینی هر جای کابل هر کدامشون یک امارات برای خودشون. اینجا توی سرفه کن میره برای تاپ بیار. و برو متعو بیار. بیا بریم. همینجوری بگم. دوزی میکنن. نمیبینی هر جای خادم بیاریم. سیاستمدارای ما دارید دوست چی میکنن؟ دوزی میکنن. سرفه؟ نمیبینی هر جای کابل هر کدامشون یک امارات برای خودشون. نگیم نه بگو برو برای تاپ میارم. منظورم که این دیالوگی هم بگم بعد بیار براتون. نمیبینی که هر جای کابل هر کدامشون برای خودت امارات ساختن هزار مکان براتون میگم. درد همینجاست. مردم افغانستان هیچ وقت مثل خانواده سیاستمدارا نبودن. همش غریب بودن. غریب و وسیله رسیدن به هدف. ما همراه سفارت چرا؟ کارمنده سفارت نروژ کار می‌کنیم. نروژ کار نکردن. بریم 3 با انرژی سر حال 3 2 3 2 1 حرکت. کارمنده سفارت نروژ با ما گفتن که برای خارج شدن از کابل باید تا فرودگاه بریم. روی دستای ما یک ایموجی بکشیم که شاید اینجوری بتونن ما رو پیدا کنن. هم کشیدمون نشان شد. ما هم کشیدمشون نشانشون داده ولی هیچ کس برش توجه نمیکرد. یک گاله بوده تو بیروبار بود به جان ما آمد. اصلا 1000 نفرم بیشتر در پیش فروشگاه جمع شده بودن. ما 19 ساعت انتظار کشیدیم. دیگه طاقت انتظار نبود. حالا من این بچه از کیست؟ مردم از به سرنوشته مجبور بودن که بچه‌هاشون رو از سربازای آمریکایی بدن تا با خود ببرن. تا به چشم خود. تا که به چشم خود نمیره باور نمیکنه. چرا نه؟ بیا آبرو بیا آرزو شده نمیشون. من که دیگه امیدی به رفتن نداشت. در راه برگشت بدم که صدای گریه میدیم. رفتم دیدم که این طفل همونجا رها کردم. دلم نیامد همونجا بانم. کده خودم آوردمش. هلاش بیدار. بیا. چی شده؟ سامیار این بچه رو کی الا کرده؟ هیچه سامیار چطور هستی؟ میخواد من بشینم فقط یه چیزی بیا جونم لیوان آب میذار اینجا میاری سند میخوان هویت ما رو تایید کنن بعد به سیما میگن من هر چی میشه درشون روان کردم اولویت با کسی هست که فلان کردن. بریم سند حالا یک لیست نام برای جمع میکنیم. بگو برای میکنم یک لحظه بمانده چون که گفتش که من در رو باز میکنم برگشت من میام بیا بفرمید آقا صدا رو بله بفرمایید. میکروفون نیاد بالا لطفاً. بفرمایید. همش اینجا چرا خانه نمونی؟ کل جوان‌ها در فکر هستن کابل خارج شدن. سرایا گفته ما هم یک جا باشیم که تصمیم ما یکی باشه. من را بیادارم گپ زدم. گو به هرات برسن از اونجا یک کار میکنه که به ایران بره. من عاشقی بودم که مدل باشم. چند قطعه عکس ازم همراه لباسای مختلف گرفتند که یک جایی ده هم میخوانه سرایا پاتشان کرده. اما عشق به میرویس سرنوشتم تغییر داد. من 741 نفر بودم که به بسیار به سختی به هواپیمای نظامی آمریکا رسیدم. ولی پشت دروازه ماندم. هواپیما فقط 740 نفر جا داشت. من مریم هستم. مریم جان چی شده؟ باز چی گپ ما بین شما شده جنجال کردی؟ سرایا جان چرا ماندیم من با میرویس ازدواج کنم؟ یادت رفته؟ مثل لیلی و مجنون عاشق یکدیگر شده بودیم. من احمق بودم. تو که کلان من بودی کمکم میکردی. میرویس هیچ چیز شبیه من نیست. تو خب میفهمی هر روز جنگ و جگرخونی داریم. کل مردم کابل میان ما هرات بریم کار ما سرچپه است. از اون ور بچرخ. کل مردم کابل میان ما هرات بریم کار ما سرچپه است. چطور؟ من سفارت ها کمک میکنم هنرمندا خبرنگارا فرنگی ها رو کنم نام بریم. نام بریم یه راه دیگه هم داره. اینجا پایین نمیشه اصلا. ما بریم پایین با مریم بیفتیم اون ور پله این در رو وا کنه. الان شما نباشه دسته؟ من؟ شما تو برو در رو بکن. تا اینجاش رفتی پایین. برو من در رو وا میکنم.
خاله یه دقیقه همین رو تمرین کنید. چرا کنیم الان بهت میگم. سرعه میگه میگه باید کابل برم. این شد شروع. بله. این فرم خوبیه. حتی بیاین پایین وایسا. نشین وایسا. تو وایسا. وانه. بیا یه دونه پایین. اصلا پایین. آها اینجا. آره اینجا وایسا. از اولش. آره ما با این شروع کنیم بریم. خواهی چطور کنه؟ همه سفارت ها کمک میکنن هنرمندا، فرنگی ها، خبرنگارا هم میکنن. ما هم بریم اروپا. الان ما هنرمند هستیم یا تو؟ من میگم بریم بگوییم ما یگان کار کردیم. بگوییم من مدل بودم. طالبا که آمدن جانم در خطر است. دروغ هم نگفتیم یک وقت بودم. ما هم کلاه بالاتر بانم که زنم مدل بوده حالا آمدم در اروپا نه به غیرتی بخوره ما. چرا این رو میگی؟ با فقط با خارج شوی اونجا که بنا نیست مدل باشه. قدم جنجال نکو. سر مدل بودن خودت جنگای ما نکردیم. ایران و پاکستان برای ما بهتر از مسلمان هستن. مگه پای ما در پاکستان نمیمونم؟ هرچی بدبختی ماست از پاکستان و حمایتش از طالباست. ما هیچ جای نمیرم. از خاطر همین گپا میگم خانه سوریا جمع نشن. پیجا جمع شدن به فکر رفتن از افغانستان افتادن. من جایی که کفر و کافر باشه نمیام. میرمز شما کجا میریم؟ میرمز شما کجا میریم؟ یا از نظر مرد نیستن یا مثل بیادرهای ما هستن. ما پیش از عروسی ما یارو میشناسم. بار بیادری ما سابقه است. میگه خدا نکرده چیزی در دلشان بود من میفهمیدم. تو مرد نیستی گپا رو نمیفهمم. من میفهمم. از نظر من طالبا تغییر کردن. بگم مثل قدیم تندرم نیستن که بخوایم فرار کنیم. اما ما به خاطر دل تو گفتم از کابل بریم. برات گفتم از نظر من. یعنی به چی گفتی؟ برات گفتم از نظر من. برات گفتم. از نظر من طالبا تغییر کردن. بگم مثل قدیم تندرم نیستن که بخوایم فرار کنیم. اما ما به خاطر تو گفتم از کابل بریم که دلت جمع باشه. علیه طالبا تبلیغات منفی زیاد شده. مشکل اونا کفر و کافر و ببند و باری و چیزاست. اگر نه اونا همراه پشتونا کار ندارن علل خصوص قومشان. مدام حرف بزن، راهنماییشون کن، بچرخ. ببین ما اون پشتیم دیگه. این نشو به آشپزخونه، این بچرخ. خب مدام این کارو بکن که ما نور ببینیم. بعد قرار بود 2 نفرم تو سالن بغل میز ناهارخوری موبایلاشون بگردن. یادتون نمیره؟ در ببندیم شروع کنیم. مادر خودت بالا پرت کن. خب نیفته مادر. نیفته. آخه چیزی نشد. نه. بیا این یه پله پایین‌تر از همون کج میشه. یه پله بیا پایین‌تر مادر. یه پله بیا. آه خدا. خود بالا بگیر. خب خلاص. بریم آقا. بشماریم. فقط دست. آره دست مادر بیا اینجا بگیر. اینجا بگیر. بریم آقا. بریم. دست نهر بالا مادر. بریم بفرمایید. به حجتی آمادگی بده. مادر سرت این طرف ما. حاجتون داره میریم زد. بریم. 3 2 صدا دوربین. آقا فاروق ما معلوم نیست که اینجا باشیم. البته کدام چیز خاص نداریم. فقط چند دانه کفتن هست که همینجا کنج اتاق مونده. من مزار شریف میرم. دیگه چاره نیست. اوضاع هر لحظه خرابتر میشه. شما هر وقت رفتین دروازه رو قفل کنین. بریم بخیر. بریدم. ما جز مهربانی از شما ندیدیم. مهربانی از خودتان است. شما همیشه مادر من نگهداری کرده. من از شما تشکر میکنم. و صحت و سلامت باشین. هر جا میرین در امان خدا. مادر جان انشاءالله همه شاید قابل سلامت کنه. چون باشه. بریم بالا. یک جا خودشه. بریم. سلامت کنه. لطفاً دم اون در چی که هست بیایید. شما که خیلی رفت دارید. ما رفتیم پایین. بچه‌ها به من گوش کنید. ما رفتیم پایین. طالبا رو دیدیم. تمام این کوله ها رو بیارید بزنید بیرون.
سایه خانه رفتن ممکن است همین نزدیکی ها باشن احتیاط کنیم. باشه فکرتون با خودتون باشه. ما رفتم. سوال جانم عزیزم بچه رو چی میگی؟ بچه نفس نبیشم سایه جان بچه نفس طالبا چی با این حال بگو داد نزن. بچه ها نترسه آرام باشه رفتن. این بگو چی شده؟ آرام باشه رفتن. بچه نفس نبیشه بچه سامیان سلام مریم جان اصلا مادری تو میشه باش هستم چنده شما خود باشی سواره باشه از خاطر چی؟ از خاطر براماز کردن من؟ یا ای جمالی که امروز آبرو من علیه کنی؟ سامه یا عکس بزنم و درسته که چه میکنم؟ آخه امروزشون چی کنیم؟ اما تو از خاطر زیبایی بسیار عکسش مقبول است. یا عکس نیستم یا سند بی‌شرف شدن منم. شما بخواین کاری کنی که من نتونم پیش بومم سرم بلند کنم. و هیچ کس مربوط نیست. میروست مریم زن تو است، زن قومت نیست. از ما کل قوم یک جای زندگی میکنیم. به کل که مربوط نیست. من فکر میکنم به دلیل خودت آزار میدی. بگی بارکو که آرام شی. من گفتم شاید یک وقت مریم بخواه اینا رو به بچه‌هایتان نشان بدن. چی گپ شده سریا؟ مگه طالبای اطراف نیستن؟ سریا دارش فساد؟ من دلم هست. عکسای زنم گرفته که بیابرویم کنن. خب کدنا میخوان برای ما اقامت اروپا بگیرن. مگه ما به شرف هستم که با این عکس‌ها اقامت اروپا بگیرم؟ از عکس زن تو سوء استفاده کنم؟ یک چندان عکس قدیمی است. نمیخوای پاره‌اش کن خلاص. بوی همراه با تنش میکنم. خب یعنی تو همینقدر که رو حرفات میکنی حرفاتو میزنی؟ بله. اون به دلیل اینکه زن تو و در فرهنگ افغانستان حتی دماغ یارو رو میبرن زندگیشو ادامه میده اون چاره غیر ادامه نداره. مگه ما به شرف هستم که از عکس زن تو سوء استفاده کنیم؟ تو آرمی یک چندان عکس قدیمی است. یکی این چیزه که میای جملهش غلط بدی کمی جمله بله همین تو یک چندان عکس قدیمی است. نمیخوای پاره‌اش کن خلاص. دیوانی؟ خطرناک چی؟ خطرناک است. پس ما نیازی به اینکه با هم دیگه حرف بزنیم نداریم. ما باید به هم دیگه اینجوری کنیم. تو چی بگی من چی بگم اینجوریه. بگی که دعوا در بیاد. بفهمی چی میگی؟ مردم از ترس از آجای پد میشن. تو میگویی خطرناک نیست اونها اشرارن. من اگه عقل می‌داشتم در یک جنان نمیدونم که شما روی مرا نراز بزنید. بریم اینجا بریم. دست دراز کن براش. میرس کجا بره؟ دست دراز کن براش. من یه بریم. دست براش دراز کن. بریم اینجا بریم. میرس کجا بره؟ سفر کن استاد شو. ما با مریم میریم. سب کن نه بریم. یه نگاه کن. استاد شو. یه نگاه کن. بهش نگاه کن. من تو پایین برم. ما نمیبینیم. بهش نگاه کن. حالا را بیو. تصمیم تو گرفتی دیگه. این آخرش که میای بین اینا دیگه به معنی واقعی خوب شدی. در اون پایین میگی با میربیس یا بی میربیس من میام. این تصمیم تو دیگه گرفتی الان که من میام خود. اوکی؟ بله. دخترها اینجا که قرار شد پس بره اونو سرش کنه بیاین دو سه تاتون اینجا کی میره دم اون در باهاش؟ من میرم که کمکش کنم شالش هم. خب بعد یه دو تا اینجا تو هم مثلا فاطمه بیا اینجا وایسا که میاد باهاش بیاید. یکی اینور یکی اینور. میخوام این از بین شماها رفتن آدمش معلوم شه. کجا میره؟ مریم جان صبر کن. من خودم از پشتش میرم. اگه پس نامد ما هم نمیایم. قراره ما در فرودگاه هر قسم شد خودم رو میرسانم. با میرویس بی میرویس. مریم جان مراقب خودتان باش.
بله. چه بیشمردی بود؟ هر کس به ایسان فرار میکنه. روستاس مردم در فروپا هستن از خاطره که به هر قیمتی شده از وطن خارج شدن. رفتن ساده نیست. باید یک کشور خارجی از آدم حمایت کنه وگرنه آمریکایی مردم سوار هواپیما نمیکنه. آخه ای اوضاع خطرناک نیست از خانه به شدید. چی میشه؟ یه دونه دیگه سریع بریم. بچه از کل منتظر زنگی. چه؟ نگاه هم شاید به اون آره این حس من این بود که انگار دارید منتظر گوشه زنگ بخوره. بریم. وقتی میدیدم وطندارا همراه یک کوله پشتی فرار میکنم با خودم گفتم چقدر سخت است که از کل وطن فقط یک کوله پشتی همراه خودت ببری. الو منصور کجاست؟ از خاطر هم خبرنگارایی که 2 روز پیش دستگیر کرده بودن مردم تظاهرات کردن. ما هم رفته بودم سمت خانه حبیبه هم میگه حبیبه اینجا هست. خب ما بین مردم شدم فیلم گرفتم از تظاهرات فیلم گرفتم. منصور تعریفش کن. بریم. از خاطری که خبرنگاران رو درست از خاطر خبرنگارایی که 2 روز پیش دستگیر کردن مردم تظاهرات کرده بودن. منصور تو تعریف کنی. ببینم چه تعریف. نه کارتو بکن. الان فکر کن همه این خونه دارن کارهای تو رو میکنن ولی تعریف کن دیگه. یک بد حال بود فهمی یک بد حال بود تنها مردم که دیوانه شده بودن. کل جوان‌ها در سرک بودن. کل جوان‌ها اعتراض میکردن. تظاهرات هزاران آدم به خیابان بود. جوان و زن و دختر بود ریخته بودن در سرک اعتراض میکردن. چرا اعتراض میکردن؟ از خاطر خبرنگارایی بگو بس جمله‌اش. از خاطر خبرنگارایی که گرفته بودن به 2 روز. خبرنگاری که 2 روز پیش. 2 روز گذشته نه. از خاطر خبرنگاری که 2 روز پیش دستگیر کرده بودن مردم ریخته بودن خیابان. فهم نمیفهمه یک حال بود. هزاران نفر در خیابان بودن. منصور عزیزم در بهترین شکلی که میتونی تعریف کنی به همه اینا دقت کن. استراب در تعریف. استراب. فهم از خاطر خبرنگارایی که 2 روز پیش دستگیر کرده بودن جوانا و مردم ریخته بودن در سرک وزیر محمد اکبرخان تظاهرات میکردن. لطفاً نگاهش کن. ما بعد ویدیو رو ببینیم. فیکسش به درد ما نمیخوره. خب الان اصطلاحاً مونتاژی میخوای بگیری یعنی شلوار رو بریدن تموم شد. نه الان دوری من از بغلش من گوشه رو بریده بودم الان جلو رو جر میدم. بله شلوار دیگه شلوار. یک کار جواب رنده ها یک دفعه برای تایید گزارش رفته بودیم پای ملیحه را شیشه برید. یک زن قنداری همین کار کرد. بیخی خوب شد. از خاطر خودم رو قدر نگرفت که از خاطر او زن بهتم گرفت. بچه کار من درستش میکنم. بچه یه سینی آهنی بیاری. اینو میذارم تو این از این آماده میذارم تو این برای. اوکی؟ بریم. تشویش نکن. درد باید تحمل کنی منصور جان. خسته جان. تیراندازی. صدای تیراندازی از این جواب. باش ببینیم چی شده؟ تو پات بهتر شده الان؟ به لحاظ قصه‌ای پاش بهتر شده؟ چیه مدیر؟ همون روزه پس تو اتاق. وای در کجا آمدن؟ آرومتر. آها. ببین تا خانه آمدن. دوربین میاد تو صورت تو استراب و نگرانی و همه و اینا. میگی باید تلفن با فهیم بکنم میری. خب ما از بین بچه‌ها تو رو رد می‌کنیم میاری. میای تو اتاق. و ما بقیه سکانس میگیم. دوربین که اومد تو در میاد. Just to
خورده؟ بله 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 مجدد صورت دیگه پنجره رو میبنده دسته؟ پس موبایل بده. بله پنجره رو ببند. ما وقت این بیار تلفن کنم. یه دارم اون کار سمت تخت. بله بله اینجا. فهیم جان کجا هستی؟ نزدیک خانه است. خانه نیا و کوچه ما رسیدن. یعنی که آمدن پشت دروازه خانه؟ نه ولی بعد زودی می آین. اونا همراه خبرنگارا و نظامی ها کار دارن. با مردم عادی کاری ندارن. خدا رو شکر که تو خبرنگاری رو اله کردی. من نزدیک مکتب دخترانه هستم. همینجا پتمشون. سرحی جان دین شب اموجه روی پایم خوابت بود. فهیم جان خاطر از خاطره که کسی از عشق پنهانیمون با خبر نشه دنیای عشق ما پنهانی ساختیم که دلم میخوایم امین لحظه ما بین شعار جنگ زده کابل در بین سربازای طالب محکم بغلت کنم فریاد بزنم بگویم از عشق از امید از فردا نمیترسی میبوسمت در بین طالب ها نمیترسی بگویم مردم من سنی این جوان شیعه رو دوست دارم. گوشیم چارج نداره. فکر کنم باتریش خراب شده. لیلی نندازه خود این بندازه. بله مینداختی بین دوتا اینا اتفاقی بود. سریا جان طالبان کوچه بالا هستن کوچه ما نیستن نه اینکه سریع نده پاسپورت ها را یک جای امن بانه در لباسی که از جانتان بیرون نمیکنید تا جایی که امکان داره از یکدیگر دور نشیم مگه وقتی که طالبا آمدن طرف ما یادتان باشه در اون لحظه کسی برای کسی نباید اصلاح شود. هدف رسیدن به فرودگاه کابل است. خلاص بس ما باید به فرودگاه برسیم. بچه سریا راست میگن فکرتان باشه طالبا که پیشروی ما نگرفت هیچ کسی یکی دیگر رو نمیشناسه. خب مهران ما بیایم اینو بله اینجا برو رفتن مکانو این باشیم. بله حالا بیا تو را بگو. من نمیتونم بیارم لیلی. بسیار دیگه حالا تو بیا. الان انگار زود میخواد تو بگی من نمیام. این بره ما همینیم بره حتی در پله آخر بالا رو نگاه کنیم بگید سرای چون نمیایی؟ سرای ما همراه هم گپ زدیم. میکروفون اینا بالا سرمون معذب شدیم. سرای جان
من باید خداحافظی نمی‌کنم تا ببینم. تا دیدم. یه دونه بالا رو بریم 3 2 1 بریم حرکت مرزیه یه کوچولو جلوتر آها نازله میتونی بری تو عمق‌تر آها اینجا یه خورده عقب‌تر برای هیچی کات ندید 3 2 صدا نگو 1 حرکت خوش بودیم. ترامپ و بایدن ما را به مفت فروختن. ما حال تنها ترین مردم جهان هستیم. مرد ثریا آزاد هستم و در طول سالهای گذشته برای رساندن اخبار ظلم‌هایی که به زنان افغانستان شده تمام تلاشمو کردم. من برای اینکه آزاد باشم. کات. همه چی خوبه. همه چی عالیه. مرسی از همه. دست بدم.